نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید هر روز و هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر و بهتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. با شما هستیم با ترجمه مختصری از آیات دیگر سوره مبارکه ملک. سوره مبارکه ملک اولین سوره جزء 29 کلام الله مجید هست که 30 آیه داره و 67مین سوره قرآن کریم هست که در مکه مکرمه نازل شده است. و در سوره مبارکه ملک در ابتدا الله متعال اشاره فرمود به هدف خلقت آسمان ها و زمین که آزمایش انسان هاست برای اینکه آنها را بیازماید و امتحان بکنه که کدام بهتر عمل میکنن و درباره عظمت خود و آفرینش آسمان ها و زمین اشاره فرمود و سرانجام کسانی که تکذیب کردند دعوت الله متعال و رسالت الله متعال و دعوت انبیای الهی رو و درباره وعدهگاه آنها دوزخ و جهنم صحبت فرمود و اینکه چگونه اونها اعتراف میکنن به اینکه نپذیرفتن و قبول نکردن دعوتگران رو به سمت توحید و اگر میشنیدن و عقل خود را به کار میانداختن وضعیت آنها این گونه نبود و به دوزخ نمیرفتن. الله متعال در ادامه از آیات 15 به بعد همچنان درباره قدرت و عظمت خود و قدرت و عظمت خود در ملک و پادشاهی که دارد در سوره ملک برای ما صحبت می‌فرماید. در آیه 15 می‌خوانیم که الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی جعل لكم الارض ذلولا. او الله متعال ذاتی است که زمین رو برای شما ذلیل گردانده. ذلولا جعل لكم الارض ذلولا، زمین رو برای شما مسخر گردانده و آماده کرده برای زندگی شما. و حقیقتا وقتی که انسان نگاه میکنه به زمین و شرایط آب و هوایی زمین و دمای زمین و آنچه که در فضای زمین هست، هوای زمین و اتمسفر و جو فضای لایه های اطراف زمین، که چگونه الله متعال بستر زندگی رو برای انسان ها فراهم نموده در روی زمین. اگر مقداری دما گرمتر میشد یا سردتر میشد امکان نداشت اینجا زندگی بشه. و یا اگر اون لایه هایی که در اطراف زمین مثل کمربندی زمین رو فرا گرفتن نمی بودند و یا اگر شب و روز ایجاد نمی شد و یا اگر حتی ماه در کنار زمین قرار نمی گرفت و بسیاری از شگفتی ها و معجزات دیگری که انسان واقعا با تمام وجود احساس میکنه این مفهوم رو که چگونه الله متعال بستر رو برای ما فراهم کرده تا در زمین زندگی بکنیم و چگونه زمین رو مسخر کرده برای ما. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. حال که بستر برای شما فراهم هست در گوشه و کنار زمین، در نواحی مختلف زمین بپردازید و حرکت بکنید و طلب بکنید رزق الله متعال رو، به دنبال کار باشید، برید و تلاش بکنید و کلوا من رزق، و از رزقی که الله متعال برای شما آماده کرده در روی زمین بخورید و استفاده بکنید و الیه النشور. و اما فراموش نکنید که بازگشت شما به سوی الله متعال است. این آیه چقدر معنی داره، چقدر زیباست این آیه خودش به تنهایی. الله متعال میفهمد که من
این زمین رو با همه عظمتش و شگفتی‌هاش برای شما آماده کردم تا زندگی بکنید. اما با این وجود که این همه شگفتی در این عالم هست، در این زمین، اینجا محل خانه اصلی شما نیست. چند صباحی اینجا هستید، نیاز به رزق و روزی دارید، برید الله متعال راه‌های مختلفی برای شما قرار داده. از آنچه رزق و روزی شما قرار میده تلاش بکنید و رازق شماست و به شما رزق و روزی میده و استفاده بکنید. اما فراموش نکنید که اینجا خانه حقیقی شما نیست. و کلوا من رزقه و الیه النشور. بخورید از رزق و روزی الله متعال، اما بازگشت شما به سمت اوست. برمیگردید به سوی الله متعال، دوباره اونجا حشر میشید پیش الله متعال. اینجا شما مسافرید، اینجا یک مسافرخانه است، خانه شما نیست. اینجا دل خوش نکنید، اینجا انقدر غرق در این رزق و روزی نشید، انقدر مشغول نکنید شما رو مال دنیا که فراموش بکنید الله رو، مسیری رو که داشتید، اصل هدف سفرتون رو فراموش نکنید. شما اینجا مسافرید، یک وظیفه ای دارید، عبادت باید بکنید. لیبلوکم ایکم احسن عملا. به خاطر این شما رو خلق کرده الله متعال تا شما رو بیازماید که کدومتون بهتر عمل میکنید، بهتر عمل کنید. یاد بگیرید که چگونه بهتر باشید در انسانیت، در اخلاق، در عبادت، در تقوا، در اخلاص. با هم مسابقه بدید. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در این چیزها با هم مسابقه بدید، نه در جمع کردن مال دنیا، نه در خوردن یک حق دیگران، نه در ساختن بانه‌های آنچنانی و خانه‌های آنچنانی و ویلاهای آنچنانی و تجارت‌های آنچنانی که شما رو غافل بکنه از الله متعال. این گونه نشه. برید به دنبال رزقش، اما این حکایت رفتن به دنبال رزق و روزی سبب نشه که شما فراموش بکنید که و الیه النشور، به سمت الله متعال باز میگردید. انقدر غرق در این دنیا نشید، شیفته دنیا نشید، هدف شما دنیا نشه. فراموش نکنید عبادت‌های خودتون، نمازتون رو، روزتون رو، عبادت‌های دیگرتون رو، ذکر الله متعال رو به خاطر درس، به خاطر کار، به خاطر تجارت، به خاطر سرگرمی، به خاطر شهوت، به خاطر تفریحات خودتون از دست ندید. هدف اصلی اون است. اینها رو فراموش نکنید. شما به خاطر این نیامدید اینجا، شما به خاطر عبادت آمدید. اگر از این مسیر خارج شدید اون موقع بترسید. الله متعال که خالق این آسمان ها و زمین است، اگر شما بنده های خوبی نباشید، اون موقع که اگر بخواد شما رو عذاب بکنه، کیه که شما رو نجات بده از دست او؟ امنتم من فی السماء. آیا در امان خواهید بود از کسی که در آسمان هاست، از اون ذاتی که در آسمان هاست، الله متعال؟ آیا در امان می‌دانید خود رو از ذاتی که در آسمان هاست، ایخسف بکم الارض، که شما رو به یک باره فرو ببره در زمین، زمین شما رو خسف بکنه، دهان باز بکنه، شما داخل زمین برید، دوباره زمین بچسبه به هم و شما رو دفن بکنه که حتی کسی جنازه شما رو نتونه پیدا بکنه. و هی تمور فاذا هی تمور، در زمین بعد از شما یک جنبشی هم به خودش بده و شما رو غرق بکنه در اعماق خود و شما پیدا نشید. آیا این امتحان وجود نداره؟ آیا این گونه اتفاقها نیفتاده؟ افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. آیا مردم سرزمین ها و آبادی ها در امان هستند از اینکه عذاب من الله متعال یک باره در شب وقتی همه خوابیدن به سراغ اونها بیاد، زلزله 7 ریشتری 8 ریشتری یک باره میاد شهری رو میلرزونه و همه در خوابن و میبینیم که میلیون ها هزاران در به در میشن، کشته میشن، آواره میشن و اصلا گمان نمیکردن این اتفاق بیفته. مگر این اتفاق نمیفته؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون. آیا در امان هستند اهل سرزمین ها و شهرها و آبادی ها که عذاب من الله متعال به یک باره وسط روز که اونها در حال سرگرمی و تفریح هستند به سراغ اونها بیاد و اونها غافل هستند؟ مگر ندیدیم این اتفاق رو؟ مگر زلزله‌ای در شرق آسیا تسونامی ایجاد نکرد و آب رو از اعماق دریا آورد و به ساحل کوبید و موجهای عظیم آمد و چند صد هزار نفر رو بلعید و رفت در کمتر از چند دقیقه؟ همین اتفاقات افتاد. او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا و هم یلعبون افامنوا مکر الله. آیا از گرفت الله متعال، از عذاب الله متعال خودتون رو در امان میدانید؟ آیا اگر الله متعال بخواد من و تو رو از بین ببره، آیا مگه برای اون کاری داره؟
آیا در امان می‌دانید خودتون رو؟ اامنتم من فی السما، آیا در امانی از کسی که در آسمان است، یخسف بکم الارض، زمین رو زیر پای شما باز بکنه و در اون غرق بشید، فاذا هی تمور، پس از اون یک تکانی هم به خودش بده زمین و شما گم بشید. امنتم من فی السماء، آیا در امان هستید از اون ذاتی که در آسمان هاست، الله متعال، ایرسل علیکم حاصبا، این که بر شما بفرستد سنگریزه های طوفانی از شن و سنگ رو بر سر شما بباراند و شما رو دفن بکنه در زیر این طوفان و خاک ها و سنگ ها و عذاب. فستعلمون کیف نذیر، و اون موقع خواهید دانست که پند الله متعال یعنی چی، اون موقع خواهید دانست که گرفت الله متعال یعنی چی. ولقد کذب الذین من قبلهم، همچنین قبل از اینها هم خیلی ها بودن که تکذیب کردن. فکیف کان نکیر، آیا ندیدید که عذاب من الله متعال و گرفت من و انکار من در برابر آنچه که اونها انجام میدادن چقدر سخت بود و چگونه عذاب شدن؟ آیا ندیدید؟ آیا خبر اونها به من و تو نرسیده؟ آیا این کاخهایی که میبینیم، آیا این آثاری که باقی مانده از امتهای گذشته، آیا اینها دلیل نیست برای این عذابها؟ آیا این چیزها رو ما نشنیده ایم و ندیدیم آثار باقی مانده اونها رو؟ آیا این اتفاق برای این انسانها نیفتاده؟ آیا این حکایت رو فراموش کردیم؟ الله متعال وقتی که بخواد تمام آسمان ها و زمین از الله متعال هستند و عذاب بخواد نازل بکنه به شکل های مختلف، فکلا اخذنا بذنبه، هر کدوم رو با گناهی گرفتیم. فمنهم من ارسلنا علیهم حاصبا، یک عده‌ای رو بر اونها طوفان فرستاده، و منهم من اخذته الصیحه، یک عده‌ای رو با عذاب آمد و رعد و برق و صاعقه آمد اونها رو از بین برد. و منهم من اغرقنا، و یک عده‌ای رو غرق کرد. منهم من خسفنا بهم الارض، یک عده‌ای رو در زمین فرو برد. هر کدوم رو الله متعال وقتی بخواد با عذابی میگیره. مگر فراموش کردین الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آیا ندیدی که پروردگار تو به اصحاب فیل چه کرد؟ مرغ‌های در آسمان آمدن، مرغ‌های به اندازه گنجشک‌هایی که در منقاره‌هاشون یک گل خشک شده به اندازه نخود داشتن و بر سر اینها که میانداختن بدن اونها مترامشی میشد و از بین میرفت. الله متعال بخواد همین مرغ‌ها رو بر علیه ما میتونه استفاده بکنه. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن، آیا نگاه نمیاندازن بالای سر خودشون مرغ‌هایی که بالای خودشون رو پهن میکنن و دوباره جمع میکنن؟ ما یمسکهن الا الرحمن، کی اونها رو در این آسمان، در این فضا، این مرغ‌ها رو، این پرندگان رو که میلیون ها میلیون پرنده و شکل‌های مختلف، قیافه‌های مختلف، اندازه‌های مختلف هستن، کی اینها رو نگه می‌داره غیر از الله الرحمن الرحیم؟ انه بكل شیء بصیر، او به هر چیزی آگاه است، هر چیزی رو می‌بیند. الله متعال هر آنچه در آسمان و زمین اتفاق میفته میبینه. هیچ نگران نباش، تو رو فراموش نخواهد کرد. تو رو هم میبینه، مشکلات تو رو هم میبینه، سختی های تو رو هم میبینه، غم و غصه های تو رو هم میبینه، حالت تو رو هم میبینه. خودت رو بسپر به الله متعال، توکل کن به الله متعال، بطلب از الله متعال، در برابر الله متعال عاجزی و درماندگی داشته باش تا تو رو کمک بکنه، که اگر الله متعال تو رو کمک نکرد هیچ کسی غیر از الله متعال تو رو یاری نخواهد کرد. و اگر با الله متعال نبودی، در برابر گرفت الله متعال هیچ نیروی تو رو کمک نخواهد کرد. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، کیست اون کسی که نیروی شما باشه، شما رو یاری بکنه غیر از الله متعال؟ اگر الله متعال بخواد شما رو عذاب بکنه، و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و اگر الله متعال بخواد که به تو ضرری برسانه، هرگز کسی نخواهد توانست که جلوی ضرر الله متعال رو بگیره. این کسانی که فکر میکنن خانه های اونها، این کسانی که فکر میکنن نیروی اونها، ثروت اونها، عقل و هوشیاری اونها، تکنولوژی اونها میتونه اونها رو نجات بده، اینها سخت در اشتباهن. این الکافرون الا فی غرور، کفار کسانی که حقیقت الله متعال و قدرت الله متعال رو نشناختن، در یک غروری، در یک توهمی و یک خودباختگی وجود دارن. اینها دچار یک غرور و تکبری شدن، اینها دچار یک توهمی شدن که اینها جز این چیز دیگری نیست. کی میتونه اینها رو از دست الله متعال نجات بده؟ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه، اگر الله متعال بخواد رزق خودش رو از شما بگیره و خشکسالی بیاره و قحطسالی بیاره و نعمتهای خود رو از شما بگیرد، کیست که به شما رزق بده؟ رازق الله متعال است. رزق و روزی به دست الله متعال است. نگران رزق و روزی خودت نباش. اینطور نشه که به بهانه به دست آوردن رزق و روزی فراموش بکنی اون کسی که
رزق و روزی تو به دست اوست. و چه عجیب است حکایت کسی که صبح بیدار میشه، حرکت میکنه، صبح از خانه میزنه بیرون به بهانه به دست آوردن رزق و روزی برای خانواده خودش و فراموش میکنه که نمازی رو که رازق او به او گفته بخوان نخوانده است. از خانه میره برای به دست آوردن رزق و روزی و حرکت میکنه و خارج میشه، اما فراموش کرده که همین رازقی که او رو گفته برو بیرون برای رزقت، او دستور داده که من رازق تو هستم و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها. خانواده خودت رو امر کن به نماز و خودت هم نماز بخوان. لا نسألک رزقا، من از تو رزق نمیخوام، نحن نرزقک، منم که به تو رزق میدم، تو نمازت رو بخون بعد بلند شو برو به دنبال رزق و روزی. این چه نماز، این چه رزق و روزیه، این چه تلاشیه برای رزق و روزی که تو حق رازق خودت رو فراموش کردی. اون کسی که رزق و روزی تو به دست اوست، او رو فراموش کردی و حرکت میکنی، نمازش رو نمیخونی، او رو اطاعت نمیکنی، به بهانه به دست آوردن رزق و روزی نمازهای خودت رو ترک میکنی. نمازت رو قضا میکنی که کار دارم، که تجارت دارم، که مشغولم. مگر اون چیزی که تو دنبالش میدوی، اون رزقی که به دنبالش هستی، بگو که امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، اگر الله رزقش رو از تو سلب بکنه کیه که به تو رزق و روزی بده؟ چرا شروع نمی کنی از الله متعال؟ چرا رابطت رو با رازق خودت خوب نمی کنی تا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی تو رو رزق بده که هیچ گمان نمی کنی، از جایی تو رو رزق بده که هیچ باور نمی کنی. خیلی عجیب است حکایت کسانی که از خانه خارج میشن به نیت به دست آوردن رزق و روزی و همون ابتدای روز فراموش میکنن که رازقش به او گفته تو نماز بخوان و نماز نمیخوانه و ظهرش هم نمیخوانه و عصرش رو هم نمیخوانه، تا آخر شب نماز نمیخواند و به دنبال رزق و روزی است و فراموش کرده که رازق او همون کسی است که به او گفته نماز بخوان و اگر نماز میخوان رزق و روزی خود رو بهتر و زیباتر میافت. امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجوا فی عتو و نفور، اما اینها لجاجت میکنن، اینها خیلی پافشاری دارن در تمردشان، در گریز از حق، در تمرد و تعدی و گریز پا بودن از حق و حقیقت نمیپذیرن. مرغ اینها یک پا دارند و همون نظر خودشون برای خودشون هی تکرار میکنن افمن یمشی مکبا علی وجهه. حکایت اینها به مانند کسی است که بر صورت افتاده به زمین، کور است، کر است و لال است، صم بکم عمیان فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون. در دو تعبیر مختلف اینها نمیتونن راه یاب بشن، اینها عقل ندارن و درک نمیکنن. کسی که کر است، کور است و لال است، با صورت به زمین بیفته و قرار باشه روی صورت خودش هم راه بره، نمیبینه، نمیشنوه و نمیتونه حرف بزنه و نمیتونه درست حسابی راه بره. افمن یمشی مکبا علی وجهه، آیا اون کسی که راه میرود افتاده بر صورت خود اهدا رهیابتر است، بهتر به مسیر میرسه؟ اما یمشی، یا آن کسی که راه میرود سویاً ایستاده بر دو پای خودش علی صراط مستقیم، بر یک راه مستقیم و راست. کدوم اینها بیشتر به هدف میرسن؟ یک انسانی صحیح و سالم، چشم داره، گوش داره، زبان داره، روی دو پای خودش ایستاده، نقشه خوبی هم دستش هست، مسیر مستقیم رو حرکت میکنه و میره. انسان دیگری نه چشم داره، نه گوش داره، نه زبان داره و نه پایی برای راه رفتن و با صورت خودش داره راه میره، نمیبینه، نمیشنوه، نمیتونه حرف بزنه، نه راه رو بلد هست و نه قدرت رفتن راه رو داره، راهی که پرپیش و خمه و فراز و نشیب فراوان دارد. چگونه میتونه که این مسیر رو بره؟ حکایت مشرک و کافر مثل اون کسی است که کور و کر و لاله و بر صورت افتاده و میخواد با صورتش یک مسیر رو طی بکنه. اما حکایت مؤمن کسی است که چشم داره و گوش داره و زبان داره و حرکت میکنه با قلبی آزاد. و انها لا تعمى الابصار، کوری چشم نیست، کوری قلب است. و انها لا تعمى الابصار، چشم ها نیستن که کور میشن، بل تعمى القلوب التي في الصدور، این قلب داخل سینه، قفسه سینه است که کور میشه. اینها کورند، درک نمی کنند و کرند و لالند و اینها نمی بینند و بر صورت خودشون راه میرن. آیا این رهیابتر است یا اون؟ مشخصه
انسان مؤمن، آیا زندگی مؤمن افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا انسان مؤمن و انسان فاسق با هم برابرند؟ ام حسب الذين اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم، آیا کسانی که گناه میکنند و کار فسق و فجور انجام میدهند و اهل تقوا و عبادت الله متعال نیستند گمان کرده اند که زندگی و مرگ آنها به مانند کسی است که ایمان آورده و عمل صالح انجام میدهد؟ هرگز این گونه نیست. آیا کسانی که مجرم بودند و کسانی که مسلم هستند و مؤمن هستند آیا اینها برابر هستند؟ مالکم کیف تحکمون، آیا اینها رو من الله با عظمت برابر میکنم؟ چه شده شما رو؟ چگونه حکم میکنید؟ الله متعال میفرماید افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، اون ذاتی که شما رو آفریده میفرماید که این گونه نباشید. قل هو الذی انشأکم، بگو اون ذاتی است که شما را آفریده است و جعل لکم السمع والابصار والافئده، او آفریده برای شما شنوایی گذاشته و برای شما بینایی قرار داده و برای شما قدرت تعقل و تفکر قرار داده، اما قلیلا ما تشکرون، بسیاری از کسانی که این نعمت ها به اونها داده شده شکرگزار نیستند. بسیار کمن کسانی که شکرگزار این نعمت ها هستند، یعنی اینکه اون گوش و اون چشم و اون عقلشون رو در مسیر رسیدن به الله متعال استفاده میکنن. بسیار کمن، ناسپاسن. شکر نعمت چشم، شکر نعمت گوش و شکر نعمت قلب و عقل و درک و فهم اینه که در راه عبادت و در راه دین استفاده بشه. قل هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، بگو او ذاتی است که شما رو در زمین منتشر کرده ولی باز هم به سوی او برمیگردید و الیه تحشرون، ان لله و انا الیه راجعون، ما از آن الله متعال هستیم و به سوی الله متعال باز میگردیم. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، برخی از این کفار مشرکین تمسخر میکنن و مسخره میکنن و میگویند بگو که این وعده‌ای که شما به ما میدهید، قیامتی که میگویید اتفاق میفته، این وعده قیامت کی اتفاق میفته اگر شما راست میگویید؟ متى هذا الوعد، کی هست این وعده‌ای که میگویید ان کنتم صادقین اگر راست میگویید؟ قل انما العلم عند الله، علم این که قیامت کی اتفاق میفته نزد الله متعال است. و انما انا نذیر مبین، من فقط شما رو میترسانم و پند میدهم از این اتفاق که پیش روی شما خواهد بود. انسان مسلمان وظیفه‌ش اینه که خودش رو آماده بکنه برای قیامت. اینکه قیامت کی اتفاق میفته این وظیفه من نیست و مهمم نیست. وقتی من آماده هستم هر وقت که میخواد اتفاق بیفته غمی نخواهد بود. اما برای کافر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی که قیامت نزدیک میشه و او رو برای خود نزدیک خواهد دید. فلما رأوه زلفة، وقتی که میبینه کافر قیامت رو با اون وعدی که بود داده شده بود، وعده عذاب رو نزدیک خود میبینه، سیئت وجوه الذین کفروا، سیاه میشه، تیره و تار میشه، در هم فشرده میشه، افسرده میشه چهره اون کسی که کافر شده بود. و قیل به او گفته خواهد شد هذا الذی کنتم به تدعون، این همون چیزی هست که شما ادعا میکردید که متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، کجاست این وعده که با میدهید؟ اون چیزی که شما هی طلب میکردید، اون چیزی که هی میخواستید که به سراغ شما بیاد آمد، این همون وعده‌ایه که منکر او بودید. قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا، بگو اصلا بلا این که الله متعال من محمد صلی الله علیه و سلم و همه پیروان من و کسانی که با من هستن رو از بین ببره و هلاک بکنه و بکشه. اگر الله متعال همه ما رو از بین ببره یا اینکه ما رحم بکنه ما نکشه و ما مرگ عادی از بین بریم، ما به هر حال در روز قیامت جایگاه ما جنت است و بهشت است. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، شما کفار رو، چه کسی از کفار رو الله متعال چه کسی خواهد بود که نجات بده؟ یجیر الکافرین، امان بده کافران رو از عذاب دردناکی که پیش روی آنهاست. ما در این دنیا سرنوشت ما هر چی باشه آخرت ما تضمین شده است. شما رو کی نجات میده؟ شما کافرانی که نه به این دنیا، در این دنیا از دست عذاب الهی در امانید و در آخرت هم از عذاب دردناک کی شما رو نجات خواهد داد؟ قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا،
بگو او الله رحمان است. ما به او ایمان آوردیم، با تمام وجود خودمون عظمتش رو تصور کردیم و عظمتش رو پذیرفتیم و به او ایمان آوردیم. او رحمان است، بسیار بخشنده و مهربان است. او اله ماست، خدای رحمان، الله رحمان. آمنا به، ما به او ایمان آوردیم. و علیه توکلنا، و بر او توکل کردیم و بر او اعتماد کردیم. ما خود، خانواده خود، زندگی خود، دنیا و آخرت خود رو سپرده این به الله متعال. با اعتماد به وعده های الله متعال، با اعتماد به صفات الله متعال ما این مسیر رو پیش میبریم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، و به زودی شما خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکاری به سر خواهد برد. مشکلی نیست، ما میمیریم، تو هم خواهی مرد. اون موقع من مسلمان با تویی که من مسلمان رو مسخره میکردی یک بار دیگر رو در رو خواهیم شد در آن دنیا. بعد خواهیم دید که من در مسیر اشتباه بودم یا تو آقای روشن فکری که فکر میکنی دنیا حساب و کتابی نداره. اون موقع خواهی گفت لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه من میشنیدم و عقل خودم رو به کار میانداختم، من از جمله اصحاب آتش و همدمان آتش در دوزخ نمیشدم. قل ارائیتم، بگو به من نشان بدهید، به من بگویید، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر الله متعال آب شما را در زمین فرو برد، آب غور بکنه و فرو بره در زمین، این آب دست پیدا کردنی نشه. آب شیرینی که شما میخورید، آبهای عالم را الله متعال در عمق زمین انقدر فرو ببره که شما نتونید به این آب دست پیدا بکنید. فمن یأتیکم بماء معین، چه کسی برای شما خواهد آورد آبی گوارا که بتوانید بنوشید. همین رو تفکر بکنید. اگر یک روزی بحران آب ایجاد بشه روی کره زمین که خیلی روش میترسن انسان ها از این بحران آب، اون موقع کیست که به شما آب بده؟ یک قطره آب رو شما از کجا پیدا میکنید؟ شما انسان ها، شمایی که این همه دم از قدرت و قوت و ثروت و علم و تکنولوژی میزنید، آیا میتونید اگر الله متعال آب رو در زمین فرو ببره، اون موقع کیست که آب بدهد؟ آبی گوارا برای شما که بتوانید او رو بنوشید. ما که قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا، ما که میگیم الله رحمان، به او ایمان آورده ایم و بر او توکل کرده ایم و او برای ما مشکل ما رو حل خواهد کرد. توی کافر از چه راهی به این آب دست خواهی یافت و چگونه خودت رو نجات خواهی داد؟ برگرد، توبه بکن و بپذیر حقانیت رسالت انبیای الهی و وجود الله متعال و حساب و کتاب آخرت رو. از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید از همه شما عزیزان تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني